اخبار مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. نزدیکان گلمرود حلیموف درباره خبر کشتار پالکوونیک فیروری توجیک در مفصل عراق اطلاعی ندارند، ولی تاکید میکنند که اخیراً مقامات پسر 18 ساله او را بازداشت نمودند. مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا میگوید کمک آمریکا به افغانستان تنها با عملیات موفق کفایت نمیکند. این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت افکن دولت اسلامی مبارزه می‌برند. آنها نشان می‌دهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بستر شفاخانه‌ها موجودیت چنین سازمان را تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست می‌دهند. و افسران اداره امور داخلی ولایت ختلان بعد فرمان وزیر ماهی حداقل یک بار به تماشای تئاتر می‌روند. مقامات توجیکستان فرزند کلونی گلمرود حلیموف فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی را بازداشت کردند. خویشاوندان گلمرود حلیموف پالکوونیک فیروری که به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوست به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی بهروز گلمرودوف را تقریبا 3 هفته قبل دستگیر نمودند. این هم در حالی است که 2 روز پیش نشریه تایمز در پی حمله‌های هوایی از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر مفصل عراق خبر داد. اما مقامات توجیکستان و همپیوندان حلیموف میگویند تا حال خبری به هلاکت رسیدن او را دریافت نکردند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. مقامات قدرتی تاجیکستان در مورد کشتار گلمرود حلیموف سابق فرمانده آمان وزارت کارهای داخلی و حالا یکی از فرماندهان دولت اسلامی اظهار بیخبری نمودند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها از طریق رسانه‌های خبری آگاه شدند. حادثه کشتار گلمرود حلیموف که در هفته گذشته آنچنانی که یکی از روزنامه‌های با نفوذ بریتانیا خبر داده است در یک عملیات هوایی در مفصل عراق کشته شده است و امروز نزدیکان گلمرود حلیموف نیز که در دهه فانی با ما صحبت داشته بودند گفتند که از این حادثه اصلا هیچ درکی ندارند و حتی آنها دسترسی به اینترنت و دیگر وسایل اطلاعاتی امکان ندارند. گفتند که این بار چندم است که در نسبت گلمرود همین گونه آوازهای بر میخیزد و یا درباره کشتار اون اطلاعی پخش می شود، ولی بعدا آنها نمیدونند که اصل واقعه چی شده است. یک مقام نظامی عراق گفته است که طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریباً 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است و این منبع افزوده است گلمرود حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمبگذاری شده علیه ائتلاف بین المللی هم او می ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده. عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولتی عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تاکنون توانستند قسمت شرقی مفصل و فرودگاه را از جنگیان پاک کنند. ماه مارس امسال مقامات ایالات متحده و عراق خبر دادند که رهبر گروه تندرو دولت اسلامی ابوبکر بغدادی از پایگاه داعش در مفصل فرار کرده است. در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمرود حلیموف پخش شده بود. بعداً طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدایی از زنده بودن او درک دادند. نشریه تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندانی ندارد، ولی کشته شدن گلمرود حلیموف تلفات سنگین برای داعش است. رو می‌آوریم به موضوع جهانی. رئیس نهادی ناظر انتخابات ترکیه میگوید در رفراندوم 16 اپریل اکثر رای دهندگان به طرفداری از 18 پیشنهاد که از جمله توصیه حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان را مد نظر داشتند اوید یعنی ها گفتند. روز دوشنبه در پاسخ به عیبنامه تقلب در آوازدهی و استفاده ورقه‌های بدون مهر سعدی گوون تاکید کرد که نظرخواهی عمومی مردمی 16 اپریل جوابگوی قانون بوده است. در دام 11 روز آینده نتیجه نهایی رفراندوم اعلان می شود. بر پایه آن پرزیدنت اردوغان امکان خواهد داشت که 2 دفعه دیگر یعنی تا سال 2029 در سر قدرت باقی ماند. تفصیلات را از همکارمان ساجده میرزا بشنوید.
شام یکشنبه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد که در نظرخواهی عمومی مردمی برای تغییر ساخت دولتداری این کشور پیروز شده است. اکنون ترکیه جمهوری پرزیدنتی شده، رئیس جمهوری آن از صلاحیت‌های گسترده برخوردار خواهد بود. اما مخالفین حکومت اصرار دارند که در رفع آوازدهی تقلب جای داشت و آنها بازبینی نتیجه ها را تقاضا می‌کنند. Milletin kararına saygılıyız. ما رأی مردم را احترام میکنیم، ولی قرار شورای عالی انتخابات روی رأی مردم سایه گذاشت. نتیجه رفراندوم برای بحث مطابقت آن به قانون در شعور مردم باز شده است. Referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler. بنا به حساب‌های پیشکی بیش از 51% رای دهندگان و یا تخمیناً 25 میلیون نفر تغییر ساخت دولتداری را دستگیری کردند. در مناطق کردنشین جنوب و شرق ترکیه و شهرهای بزرگ مثل انکره و استانبول ظاهراً جانبداران مخالفین دست بالا شدند. بر اثر بحث شمارش آوازها در نزد یکی از حوزه‌های آوازدهی جنوب و شرق این کشور 3 نفر کشته شد. اگر نتیجه پیشکی رای دهی تصدیق شود، نظام پارلمانتی ترکیه به نظام دولتداری پرزیدنتی تبدیل یافته، رئیس جمهور اردوغان امکان می‌یابد 2 بار دیگر به مهلت 5 سالی پرزیدنتی کشور انتخاب شود. از زمان تبادلات ناکام دولتی در ماه ایول سال گذشته، ترکیه در وضع اضطراری قرار دارد. در این مدت حکومت ترکیه 47,000 نفر را به حبس گرفته، 120,000 دیگر را از کار برکنار کرده است. بعد انجام آوازدهی در استانبول تقریبا 300 نفر با ظرف‌های میسین به کوچه برآمدند. در طرف دیگر استانبول باشد، پرزیدنت اردوغان با طرفدارانش پیروزی را جشن گرفت. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede. ما کار زیادی در پیش داریم. وظیفه اولمان برقرار کردن حکم قتل است. من این مسئله را با سروزیر یلدریم و رئیس حزب ملتگرای مخالف حکومت جناب بهجلی ارزیابی میکنم. با آنها میگویم از مردم چنین درخواست گرفتم. بهجلی الکی گفته است که پیشنهاد را دستگیری میکند. سروزیر یلدریم هم طرفدار است. اگر خلیچ داراغلو رئیس جمهوری خواه مردمی هم از این اقدام پشتیبانی کند، من این امر را تصدیق میکنم. اگر خلیچ داراغلو مخالف احیای حکم قتل صدا بلند کند، ما میتوانیم باز یک رای خصوصی عمومی برگزار کنیم. Desteklemedi. O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. سال 2004 ترکیه با تقاضای اتحاد اروپا حکم قتل را منع کرده بود. کارشناسان میگویند احیای این حکم به هر گونه مذاکرات ورود ترکیه به این سازمان خاتمه میبخشد. برنامه را ادامه میدیم. روز یکشنبه هربرت مکماستر مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در کابل با مقامداران بلندپایه افغانستان دیدار و گفتگو داشت. این ملاقات بعد پرتاب بمبای بزرگ معروف با نام مادر همه بمب‌ها در شرق افغانستان به وقوع پیوسته است. هنگام صحبت با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، مکماستر کدام برنامه مشخصی را مطرح نکرد، ولی وعده داد که همکاری با حکومت افغانستان و دستگیری از ارتش افغان را ادامه میدهد. رادیو آزادی نوارهای مکان پرتاب بمب را دسترس نموده است و حالا از شخصان احساساتی خواهش میکنیم این نوار را تماشا نکنند و بهتر است که نورسان و کودکان نیز این نوارها را نبینند. 16 اپریل خبرنگاران رادیو افغانستانی آزاد از دهه شدلبازار ناحیه اچین ولایت ننگرهار زیارت کردند. شام پنجشنبه 13 اپریل نیروهای هوایی آمریکا بالای این منطقه بزرگترین بمب غیرهسته‌ای روی عالم را پرتاب نموده بودند تا دهشت‌افکنان در غار و تونل‌های زیرزمینی پنهان شده را از بین برند. بعد این عملیات نیروهای افغانستان دهه را از سلاح به دستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی پاکاری کردند. طبق آمار دسترس بر اثر ضربه با بمب GBU 43 که نزدیک 10 تن وزن دارد و برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت، کمش 94 دهشت‌افکن به هلاکت رسیده. از اهالی ملکی کسی زیان ندیده است. در جریان زیارت از افغانستان، مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا با خبرنگار تلویزیونی افغانی طلوع صحبت کرد. در ابتدا از هربرت مکماستر پرسیده شد که بعد پرتاب بمبای عظیم نیروهای آمریکا بر ضد گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی چه اقدامی روی دست میگیرد؟ این تنها پرتاب بمب نیست. سربازان آمریکایی در یک صف با سربازان ارتش افغان هر روز با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی مبارزه می‌برند. آنها نشان می‌دهند که این مردم با اذیت زنان و کشتار مردم در روی بستر شفاخانه‌ها موجودیت چنین سازمان را
تحمل نخواهند کرد. آنها همراه این گروه را شکست می‌دهند. سپس خبرنگار تلویزیونی افغانی از مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا پرسید که درباره نقش طالبان چی نظر دارد. با فکر من طالبان باید شکست داده شوند. آنها را میتوان با چند راه شکست داد. آن طالبانی که جانبدار صلح بوده با برادران افغانشان برای تحکیم دولت و خاتمه بخشیدن به خشونت آماده است و میخواهند بر روند سیاسی همراه شوند در باز است. این مصاحبه و تحولات اخیر افغانستان را از سایت آزادی www.azadi.org پیدا کنید. و خبر آخرین از ننگهار افغانستان این است که به قول مقامات تاجیکستان در نتیجه پرتاب بمبای عظیمی که بار اول استفاده شد، فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه به نام دولت اسلامی شیر محمد سفرов که او را در میان جنگجویان دیگش در افغانستان با نام شیر یزگولو میشناختند، همراه با 11 زیر دستش کشته شدند. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند از آنها تقاضا شده است که امروز خانه استقامتیشان در دوشنبه را خالی کنند. فیضگل نظر و روز 16 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله که به حساب دولت گذشته است 13 نفر زندگی دارند. عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع و گنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 متهم شد، 16 سپتامبر در دره رامید در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشت. طبق اطلاع رسمی 10 عضو گروه حاجی حلیم از جمله برادران و یک پسرش نیز زندانی شدند. میگذاریم به موضوعهای دیگر. بعد از دستور وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، اولین گروه میلیساهای تاجیک در شهر قرغن‌تپه یک شام خود را به تماشای نمایشنامه تئاتری بخشیدند. هفته قبل رمضان رحیمزاده از میلیساها طلب کرد که برای بلند بردن معرفت فرهنگیشان به تئاتر بروند. برداشت میلیساها از تماشای نمایشنامه معلوم نیست، ولی برای هنرمندان تئاتر شهر قرغن‌تپه نقش‌آفرینی در نزد تماشابینان به اصطلاح خاص هیجان برانگیز بوده است. تئاتر موسیقی مضحکوی به نام عطا محمد جان شهر قرغن‌تپه بگاهی روزی جمعه غیر معمول جای نشست نداشت. گمان می رفت هواداران پیسه الکساندر استراوسکی دختر بی‌ثبات در شهر قرغن‌تپه به سابقه افزودند، آن هم از حساب کارمندان میلیسا. 7 اپریل رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان سپارش داد هیئت شخصی حداقل ماه یک بار به تئاتر برود. وزیر اظهار امید کرده است که تئاتر سطح فهمیش کارمندان میلیسا را بالا میبردارد. هنرمندان تئاتر بار اول بود در تالار اینقدر تماشابین را با لباس نظامی میدیدند و این به حالت روانی آنها هنگام بازی به تأثیر نماند. دختر بی‌ثبات نخستین کار ایرج سلطانزاده به صفت کارگردان است. او از آمدن کارمندان حفظ حقوق به تئاتر خرسند است. او میگوید پیش از نمایش با هنرمندان درباره تماشابین امروز مشورت کردند. بسیار با هنرمندان جدی گپ زدیم پیش از آماده شدن به صحنه برآمدن که همین نمایشنامه‌ای که امروز تماشا میکنند کارگران مقامات ولایتی برای شما این باعث افتخار است. همان هیجان و احساسی عجیبی که هنرمندان درباره اش میگفتند از نظر کارگردان در رفت نمایش تأثیر رساند. از چی ناراضی هستم که امروز هنرمندان ما یا در هیجان داده شدند که یک کمی سطح نمایش ما پایان تر آمده بود. این ما احساس نکردیم، شما احساس کردید؟ من خیلی زیاد احساس کردم و برای من خیلی همچنین یک کارگردان من خیلی عذاب کشیدم. مسئولان ریاست امور داخلی ولایت ختلان اظهار داشتند این مرحله اولی آمدن هیئت شخصی به تئاتر است و آنها نیت دارند در شهر و ناحیه‌های ولایت این عنعنه را ادامه دهند. نمایشنامه امروزی برای کارمندان میلیسا رایگان بود و این مقام وعده داده است که من بعد پول چپتر را میپردازد. و یک خبر ورزشی، ماراتون 8 بین‌المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران افیوپیا و قرقیزستان به پایان رسید. در این ماراتون که 15 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، بجز از ورزشکاران تاجیک دونده‌های حرفه‌ای از افغانستان، بلاروس، آمریکا، کانادا، کنیا، قرقیزستان و دیگر کشورها شرکت کردند.
این چند خبرگزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.